دادگاه شهر وحدت با حکم خود از 3 مارس سال 2022 یلدرزاده منوچهر سال تولدش 1999 ساکن دهه عبدالآباد جماعت به نام کریم اسماعیلوف را در قتل معشوقش و دزدی 150 سومانی پول این زن که از او 28 سال کلانسالتر گناهکار شناخته به 10 سال و 6 ماه زندان نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 14 اپریل در شرح این پرونده گفت منوچهر یلدرزاده تخمینا ماه دکبر سال 2021 با شهروند شریف و دلارام سال تولدش 1971 ساکن کوچه کمال خوجندی شهر وحدت شناسایی پیدا کرده با او در منزل استقامتیش در عوض 160 سومانی علاقه جنسی کرده است. در عرفه سال نو سانه 31 دکبر سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه منوچهر یلدرزاده با دلارام شریف و در نزد درآمدگاه باغ فرنگی و فراغتی واقع در کوچه فردوسی شهر وحدت واخورده به مبلغ 150 سومانی معامله کردند و برای علاقه جنسی به منزل استقامتی شریف و رفتند. ولی قبل از علاقه جنسی منوچهر یلدرزاده به دلارام شریف و ایراد گرفته است که از دهانش بوی مشروبات میآید. شریف و عظیم به غضب آمده برای طلبکزاده یک شپاتی زده او را دشنام‌های قبیح داده است. جوان از این کردار شریف و به غضب آمده با بهانه اینکه از دهانش بوی غلیظ مشروبات سپیرتی نبراید با استفاده از رویمال دهان و گردن و دستان شریف و را از قسم پیش بسته با او علاقه جنسی کرده است. هنگام علاقه جنسی منوچهر یلدرزاده سخنهای تحقیرآمیز زن را به خاطر آورده گره رویمال را در گردن آخرین بسته شده را با زوری با دست چپش به طرف قفای گردنش کشیده با این راه وی را بوغه کرده به هلاکت رسانیده است. بعد کشتن زن این جوان حجره خواب شریف و را کوفت و کوف کرده 150 سومانی پول را که برای علاقه جنسی خودش به این زن داده بود گرفته از خانه فرار کرده است.